خواسته باشه نخواسته باشه، بگویم یا نخواسته باشه، حزب اسلامی یک حزب قوی افغانستان شمول است. هیچ کس نمیتونه که نقش حزب اسلامی رو در نظر نگیره. اگر این پیوستن را آقای حکمتیار به خاطر امتیاز و جاطلبی میپیونده، این با رو آوردن به صلح نیست. آمدن حکمتیار کوچکترین تاثیر در آمدن ثبات و امنیت در داخل افغانستان ندارد. به خاطر اینکه فعلا آقای گلبدین حکمتیار به عنوان توریست درجه چندم به حساب میاد. جناب ممتاز، آقای ممتاز، سوال ما اینجاست. آقای چیه؟ برنامه آماج امشب ساعت 12 از 1.